گفتم که شما برگشتی گفتی که این بچه ها به خاطر فرمان شاهزاده. نه به خاطر من تصحیحش کنم، به خاطر نه. ببینین هر اپوزیسیونی مسئولیت داره، یعنی اصلا اصل دموکراسی، اصل یک حکومت خوب اینه که شما پاسخگو باشی به عمل کردت. من اینو دارم میگم. من اگه بیام به تو طرفدار بگم که حالا به هر دلیلی برو، خیالت راحت باشه، چون میتونم بگم آقا برو ولی مراقب باش به این دلیل به این دلیل، تو حفاظت شده تر میری. نه ویدیوش هست که گفتش، دقیقا ویدیوش سیو هست. اتفاقا من اون تایم هم سیو کردم، حالا بهتون نشون میدم که گفتن که نیروی سرکوب ریزش کرده. اون عزیز دلم اون برای 18 و 19 خب نبود، اون بعد از کشتار بود، بعد از قتل عامی که جمهوری کثیف اسلامی کرد و بچه های ما رو قتل عام کرد. دقیقا چند روز بعدش؟ 2 روز 3 روز بعدش بود که شاهزاده برگشت گفتش که با توجه به ایمیلایی که بهش زده میشد بابت ریزش و چیزایی بود که خودمون میدیدیم، ویدیوهایی که میومد بیرون که صورتاشون رو میپوشوندن بود که بعد کشتار بود. قربونت برم بعد کشتار بود. اصلا تو 18 و 19 انقدر تمام فوکوس تمام مردم ایران بلند شده بودن و یک صدا جاوید شاه میگفتن و همه یک صدا، فقط یک نفر صدا میکردن دیگه. اصلا نیازی به این نبود که راجع به ریزش یا بعد از اینکه کشتار انجام شد و یک سری از مردم خب ترس برشون داشته بود، با یک جنایتکار با یک ماشینی که داره با سلاح نظامی بچه هاشون رو میکشه، زن حامله رو کشتن، پدری که بچه کوچیک رو دوشش بود رو کشتن، پدری که خودش مصاحبه کرد گفت من با بچم بودم تک تیرانداز رو دیدم، تک تیرانداز گفت پدر رو نزنم، پسر رو بزنم پدرم میمیره. اینا بعد از اینها بود، چون اون 2 روز اصلا انقدر شکوه قشنگی ایران داشت و همه داشتن یک صدا رضا شاه رو صدا میزدن، اصلا در مورد این صحبت نشد. اینو گفت، منم شنیدم، ولی تو 18 و 19 نبود. به مردم نگفت بریم بیرون نیروها ریزش کرده. مردم ذاتن همشون معترض بودن. از چند روز قبل جامعه ملتهب شده بود، شروع شده بود صداهاشو خیلی وقت پیش بود که رضا شاه روحت شاد میگفتن، مردم جاوید شاه میگفتن. یهو شروع شد با فرمان شاهزاده مردم متحد شدن، همه دستشون رو به هم دادن که 18 باز تعداد کمتر بود، 19 بیشتر بود که اصل قتل عام تو 19 انجام داد. تو 18 هم بود ولی اصل قتل عام تو 19 انجام دادن که بعد مردم بابت اینکه این جوی خون رو توی خیابون دیده بودن، هر کسی باشه ته دلش میلرزه، میگه با یک جنون وحشیانه طرفم من. و شروع شد ویدیوهاشو ما میدیدیم دیگه، مامورایی که اسمشونو چیزی که با لباس نظامشون، حالا ارتشی بودن، بیشتر هم از ارتشی ها بودن، سپاهی ها که یه سری بیمغز ارزشی هن دیگه، اکثرا ارتشی بودن که صورتاشون رو شطرنجی کرده بودن. میگفتن مردم مثلا ما از چیزمون پستمون استعفا دادیم، ما به سمت مردم اومدیم. همینطور که ما اینا رو میگرفتیم شاهزادمون هم این ایمیلا رو میگرفت. به خاطر همین ولی چه نیازی داشت که بیاد به مردمی که تو 2 روز میلیونی تو کل ایران براش بلند شدن بخواد که مثلا فریب بده مردمو؟ خب حالا اگه ما اصلا این بخشم من اگه بخوام بپذیرم حالا نسبت به چیزایی که میگین، خب بازم حتی میتونیم اشکال بگیریم. چرا؟ چون قبل از این که شما یه همچین اقدامی بکنین باید داخل کشور شبکه سازی بکنین. این یعنی مرتبط به فقط ایران نیست، تو همه انقلاب ها هست. یعنی حتی انقلاب 57 هم یه شبکه سازی خیلی قوی داشت خمینی. و ما وقتی این کارو نمی کنیم، یه لحظه چه شبکه سازی قوی داشت خمینی؟ ببینید شما تصور کنید تو زمانی که یه پرانتز بزنم، خیلی معذرت میخوام، من آدمی نیستم که وسط حرف بپرم چون خیلی قشنگ و منطقی هم داری صحبت میکنی. یه پرانتز باز میکنم، تفاوت انقلاب اون موقع با انقلاب الان میدونی چی بود؟ محمد رضا شاه بزرگ وطن دوست بود، هم وطناشو دوست داشت، وگرنه کاری داشت براش مثل این دیوانه های تروریست اسلحه میگرفت رو مردم
به ارتشش دستور میداد. خب ولی ببینید کشتارم شد، یعنی شما نمیتونید بالاخره بگین وقتی یعنی توی جامعه‌ای قیام میشه بالاخره کشتار. خب من موضوع همینه. ببینید حتی یک نفرم اگه کشته بشه اون آدم برای من فقیه نیست. میدونید چی میگم؟ اون آدم برای من دیکتاتوره. حالا این 40,000 نفر کشه، اون 1000 نفر کشه، 5000 نفر کشه، موضوع من میدونید چیه؟ من نگرانم پهلوی رو با جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنی؟ نه ببین موضوع اینه که اون دیکتاتورتره. خب من باید اول بیام به یه باوری برسم، بگم آقا این شاه دیکتاتور، اینا خیلی دیگه جنایتکارن. خب شاه از چه جهتی دیکتاتور؟ ببینید خب اصلا آخه موضوع برای 50 سال پیشه، یعنی اونقدر قدیمی نیست که بخوایم بخوایم خیلی دستکاری بکنیم تو تاریخ. یعنی اون تایم دوربین هم بوده، بالاخره مورخا بودن. بحث دیکتاتوریش اصلا اثبات شده است. یعنی اصلا خود مجله‌های آمریکایی هم این کارو میکنن. از نظر سیاسی، از نظر فساد. ببینید اصلا شما برین کار من به اصلا شاه و هیچ، اصلا شما ایرانی نیستین، برین راجع به یک حکومت، یه حکومت یعنی یه حکومتی که از نظر تمام جهان به سمت دموکراسی باشه، برین راجع به اون بخونید، ببینید چه اصل‌هایی داره. خب مقایسه کنی اصلا با هر کشوری، با هر حکومتی که میخوای مقایسه بکنی، ببینی آیا اینا با هم همخونی داره. یعنی اصلا نیاز نیست من چیزی بگم شما فیلمی ببینید. علی جان توی تاریخ شما نمیتونی هیچ حاکمی یا حکومتی رو پیدا کنی که بی‌نقص باشه. نه بحث بی‌نقصی نیست، بحث اینه که ببینید من نمیگم زمان محمد رضا باید اتفاقا بپذیریم که ما به نظرم یه اشتباه بزرگه که به ما خوروندن که چرا اتفاقا این خود سیستم جمهوری اسلامی هم این کارو کرده که چی؟ شاه همه کار کرده، انقدر مردم سیر بودن، مردم از سیری بلند شدن چیز کردن، انقلاب کردن. غیر از این بوده. آره این دروغه. چه دروغیه؟ همون موقعی یک ویرانه رو به اسم ایران تحویل خاندان پهلوی دادن. چند سال خاندان پهلوی قدرت داشتن؟ چند سال قدرت داشتن؟ نه شما بگو چند سال قدرت داشتن. اصلا بگو سلطنت طلب. نه ما سلطنت طلب نیستیم عزیز دلم. پادشاهی خواه. همون قدی که ساخت 47 سال ویران کردن. میگن زیرساخت از کجا اومد؟ از زمان رضا شاه اومد. شماها چه زیرساختی برای ایران ساختین؟ نه شما جمهوری اسلامی نیستین. جمهوری اسلامی رو میگم. اسم زیرساخت میارن، زیرساخت اینا بودن، زیرساخت اینان. جنگ میشه زیرساختامون از بین میره. نگران اینن که زیرساختایی که شاه ساخته، البته که بیشتر البته بیشتر نگرانیشون این بود که اون زیرساخت زده بشه، برق بره، اون یخچال میهم برق نداره، رهبرشون گرم میگیره. ببین من قبول دارم. خب من چیزی که میخوام به شما بگم اینه که ما الان باید به دوره‌ای رسیدیم که از این اون اقتدارگرایی که بود و باید بپذیریم که بود، الان اومده به یه دیکتاتوری دینی رسیده. الان ما باید یه مسیر درست رو پیدا بکنیم. یعنی ما چاره دیگه ای نداریم. مسیر درست این نیست برگردیم به همون چیزی که قدیم بود. هیچ کسی رو نمیخواد. و موضوع اینه که ما البته که مردم ایران دارن میگن کاش ما برگردیم به قدیم. همون زمانی که فاجعه رو دارن میبینن. یعنی انقدر دیگه جمهوری اسلامی جنایت کرد. بحث فاجعه نیست، بحث اینه که اعتبار و من و تو هم یه سری تصویرهای خوشگل از دوره شاه نشون داد. فقط تصویر نیست. پدر و مادر من زندگی کردن، پدر بزرگ و مادر بزرگ من زندگی کردن، پدر و مادر تو زندگی کردن توی ایران. نه کجای ایران؟ تهران، اصفهان، عراق، سمنان. شما نمیخوای اون آدمی که تو شهرهای کوچیک با حداقل امکانات زندگی میکردن ببینی؟ خب اون چه بلایی سر؟ یعنی فقط همه ایران تهران بود، اصفهان بود، 3-4 تا شهر بزرگ بود. الان ما راجع به شهرها صحبت نمی‌کنیم. من می‌خوام یه کلی باهات صحبت کنم. زمان خاندان پهلوی اعتبار پاسپورت ما کجا بود؟ موضوع میگم
ارزش پولی ما چقدر بود. الان پاسپورت ایرانو به چه اسم میشناسن؟ تروریست. نه خب این وضعیت ما نباید مشکل اینه که ما نباید اصلا با جمهوری اسلامی کسی رو مقایسه کنیم. اینا تهشن دیگه. اشتباه ما اینه. کثافتی دیگه بالاتر جمهوری اسلامی نمیتونه باشه. مشکل من همینه، نباید مقایسه شه. ببین